موارد زیاده. انسان‌های ریاکار که از جمله بارزترین نشانه‌های ریا به اصطلاح در میان منافقین ریا تبارز بیشتر پیدا میکنه. موقف منافقین خیلی موارد در اینمی تو یک مسئله خوبتر دیده میشه. به تعبیر منافقین در اینمو تو جاها بیشتر افشا میشن و نفاقشان آشکار میشه که وقتی بحث موقف گیری در یک مورد میآید اینا میسنجن که خب مردم چی میگه، مردم چی میگه، مردم چی میگه. معیار سنجش منافقین در انجام یک عمل، در گفتن یک سخن، در گرفتن یک موقف امیست که مردم چی میگه. اما از انسان مسلمان ایست که مطابق ضوابط شرعی میسنجه که کدام عمل الله راضی میکنه. و امین مورد هم متاسفانه امین مورد هم به حدی در میان مردم اصل مفاهیم اخلاص به حدی پوشیده شده که خیلی از وقتا در انجام اعمال شرعی مردم علنا میگن اینی کارو چرا کردی؟ والا مردم تو میگفت. اینی کارو چرا کردی؟ والا مردم تو میگفت. علنا همین جمله رو ما شما نمیشنویم؟ در مورد اعمال شرعی، کارهای شرعی که قبول و اعمال وابسته به اخلاص است، مردم علنا و ظاهرا میگه که اگه والا این کارو میکنه مردم مورد تو. یعنی از این که دیگه نشانه واضحی برای ریا وجود نمی داشته باشه. خب خیلی از مردم امی گپ را میگن غافلن که این ریاست، متوجه نمیشه اصلا که اینمی گپ که من امیال میگم اینمی خود ریاست دیگه. فرض مثال اگر ما اونمو عمل را انجام بدم که کار خیرم باشه، خود نیت ما از انجام و عمل امی باشه که امی مردم میره که ما از سرزنش از اونها میترسم راضی شه، وقت پس عمل پیش پروردگار اعتبار نداره. دقت کردین؟ پس انسان مسلمان خیلی دقت داشته باشه که وقتی یک عمل را انجام میدم انگیزه واقعی ما چیزایا حقیقتا امی ترس پیش ما هست که مردم چی میگن. یعنی دو مورد داره، یعنی عوامل بسیار بزرگ از عوامل ریا، یعنی یک قاعده کلی برای شناخت ریا و برای تفکیک اخلاص دائمی هست که یک نفر هرگاه یک نفر اینمی معیار پیشش بود که خب مردم چی میگن، یعنی از سرزنش مردم میترسید، که مورد ملامتی مردم قرار نگیره و به دنبال رسیدن به مدح مردم بود. خود اینمی بزرگترین عامل از عوامل ریا هست. بزرگترین عامل از عوامل ریا اینمی است که یا یک نفره به دنبال رسیدن به ستایش مردم هست یا هم به خاطر خلاص کردن خود از سرزنش مردم یک عمل شرعی را ترک بکنه. یعنی گاهی وقتا ما شما یا یک عمل انجام میدیم یا یک عمل ترک میکنیم. اگر انجام عمل شرعی ما به خاطر این بود که توصیف مردم را به دست بیاریم، ریا هست. یا اگر ترک یک عمل ما به خاطر این بود که خود از ملامتی مردم خلاص بکنیم، باز هم ریا هست. و حالت ضدی از این اخلاص است که ولو مردم شما را در یک مسئله ملامت بکنن، خیلی از مردم شما را ملامت بکنن، خود شما اینمی عمل را به خاطر خدا انجام بدید، امی اخلاص است. امی چی هست؟ اخلاص است. یعنی معیار بر نظر شما رسیدن به مدح مردم و خلاص شدن از سرزنش مردم نباشه. این معیار باطنی است. و در خیلی وقتا هم یک نفر میگه من به خاطر خدا اینمی کارا کردم، به خاطر خدا همی کار کردم، خدا دل خودش باز این نیت را نمی داشته باشه. مثل که ما شما در موارد مختلف یک کار میکنیم خالصا لله تعالی، یک نفر خالصا لله تعالی، همین نیت هایی که با نماز کنه والله اکبر با چرتش ده هزارا به اصطلاح ریا آغشته می باشه. این گپ تنهایی یک نفر را مخلص نمیسازه.